بسم الله الرحمن الرحیم. محمد رضا محمدی هم قصد دارم با دیگه مسابقات عمومی پایتخت بزنم. خب استفاده شده یه جفت دنبل 10 کیلوییه. بلش میگیرم این دنبل 10 این خط آخر 15 کیلو صفحات 2.5 و 5 مجموعاً 30 کیلو. خب گرانولا رو متر بزن. گرانولا استاندارد دیگه. این 1 متر. اوکی برو. بله. 1 2 3 4 5 6. خب برای چیز فاصله از دیوار برای والک 25 تا. اوکی خودت هم دراز بکش ببینم. اوکی اینم شرایط حال. بلند شو دستگارم نشون بده. دستگاه چیه؟ مارکش اینم مارک برند دستگاه 0 درسته؟ خب الان 0 اونم تناب اوکیه مشکل نیست. خب بسم الله. خب چیکار کنیم استاد؟ خب شمارش معکوس 10 9 5 4 3 2 نورمال بزن با همون سرعتی 3 2 1 برو. سرعت رو 30 بزن نرو بالا لاکتیک میشه. نورمال بزن. با همون 30 سرعت نگرده. بیا پایین اینم چیز. برو توی آیتم. کلا توی این باید نفس توی این راه رفتن نورمال رو نفست هم جا رو اینجا کات حافظ میشه. نفس عمیق بکش. باریکلا عالی. بزن
پرقدرت برو هیچی ران آخری برو تموم شد برو برای کرد دست بزن به جلو عالی بلند شد راه بیا 5 ثانیه استراحت 7 تا اسنپ بزن 7 تا ماشاءالله باریکلا 2 باریکلا 3 عالی برو 4 ماشاءالله 5 دو تا دیگه یا علی 6 بزنید بردار یه ستا بزن یه ستا باریکلا دو باریکلا با قدرت بزن با تکنیک بره بالا باریکلا آروم به زمین استراحت 5 ثانیه با سرعت بزن آفرین 1 دو تا دیگه باریکلا یکی دیگه بلند محکم باریکلا علی بزنید برو برو من رو زود باش باریکلا سیویس برو عقب ولش کن چیکارش داری من نمیدونم باریکلا 5 و 20 تو توقع نداشته این باک با اون فرق داره منظری توش اصلا اون تایمتون میره رو 30 ثانیه تایمتون رو 1 دقیقه خیلی فرق داره اصلا خیلی متفاوته این فکر نکن تو ضعیفی تو خیلی هم خوبی نه خیلی خوبی اصلا تایمش نمیشه واقعا این کالری دیرتر میشه ولی تو رویگاهی که من تو چیز زدم چند شد؟ 5 و 20 چی؟ 30 ثانیه آقا هر چی بودی تمام سرت خودش یعنی اینجا ما ترکی نداشتیم دیگه وقتی کسی که چند تا مسابقه داده چنین کامنتی میذاره دیگه اصلا فریک نشد خیلی از آقا دم علی مسابقه باشی